سوال دوم است کسی که همیشه روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگیرد آیا میتواند این دوشنبه که قبل از رمضان است را روزه بگیرد؟ خواهر گرامی بارک الله فیکم، در حدیثی که رسول الله علیه و سلام از روزه گرفتن قبل از رمضان منع کرده، او معناش است که روزه مقدماتی نگیرید. روزه مقدماتی معناش است که یعنی رمضان شروع نشده و شما پیشکی آغاز میکنید روزه را. این کار ناجایز و حرام است. بلکه رسول الله علیه و سلم میفرمایند که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، مهتاب را دیده روزه بگیرید، مهتاب را دیده رمضان افطار کنید. یعنی هنوز مهتاب که دیده نشده و معلوم نیست که رمضان در کدام روز است، تو میگی برو خیر است، هر وقتی که بود ما اعمال شروع میکنیم. رمضان را شروع کردن پیش از وقت جایز نیست، حرام است. مسلمان هم است که به حدود الله عزوجل پابند باشه. لذا در این حدیث آمده که لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، شما رمضان را به یک روز پیش دو روز پیش شروع نکنید. روزه مقدماتی رمضان یعنی آغاز رمضان را شروع نکنید. حتی یک روز دو روز چی میکنید که در روز شک، روزی که مثلا من روز روزه هست، یعنی اینمی هم جایز نیست که انسان روزه بگیره. من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم، کسی که روز شک روزه میگیره در حقیقت معصیت پیامبر را کرده. روز شک را میگه که ماهای هجری یا 29 هست یا 30. مثلا این ماهی که ما شما در قرار داریم ماه شعبان، خب وقتی که 29 پره شد در روز 30 ازی اگر مهتاب دیده شد، امیر میگیم که ما 29 بود و یعنی تاریخ روز 30 ای اول رمضان از روزه میگیریم. اگر مهتاب دیده نشد در اینجا احتمال است که نمی روز رمضان باشه، اول رمضان، و احتمال است که نمی روز 30 شعبان باشه. پس در اینمی احتمال ما شما چی باید کرد؟ باید روزه نگیریم. اگه احتمال هم داره که شاید می رمضان باشه اما ابر از مهتاب دیده نشده، جایز نیست که ما شما روزه را شروع کنیم. بلکه رسول الله علیه و سلم فرمود که فإن غمی علیکم فاکملوا عده شعبان 30، اگر مهتاب ندیدید باز شعبان 30 بگیرید. بگوید برو شعبان 30 شود، باز وقتی که شعبان 30 شد باز 31 نمیشه، خامخا روز 31 که است اول رمضان می باشه. پس یعنی حتی روز شک جایز نیست روزه گرفتنش، در حالی که در روز شک احتمال داره که رمضان باشه و احتمال داره که نباشه. لکن دین میگه که صوموا لرؤیته، مهتاب را دیده بگیرید. پس در این حدیث که لا تقدموا الشهر بیوم ولا یومین، شما امور رمضان را یک روز پیش دو روز پیش شروع نکنید. الا ان یوافق ذلك صوما کان یصومه احدکم، مگر که اگر این یک روز پیش دو روز پیش رمضان یک روزی اتفاقی بود که شما غالبا عادتا او را میگرفتید، باز او را بگیرید، این جایز است. الا، خود دقیق شو، الا ان یوافق ذلك صوما کان یصومه احدکم، مگر که اگر این تو بود که این تو خود به خود برابر شد با روزه شما، باز روزه بگیرید. مثلا کس عادت داره پنجشنبه دوشنبه را میگیره، این افتتاح رمضان نکرده، مثلا سه شنبه رمضان است و تو دوشنبه روزه گرفته، نه به خاطر رمضان، تو به خاطر چی روزه گرفته؟ به خاطر که دوشنبه روزه میگرفتی و تو جایز است. زیرا فردا مثلا که سه شنبه رمضان هست یا نیست هم ثابت نیست، زیرا رمضان غیر از الله عزوجل دیگه هیچ بنی بشر نمیدانه که در کدام تاریخ است. زیرا یا ماه 29 میشه یا 30، ایره فقط الله میدانه. پس مثلا ما شما 29 شعبان حساب کنیم و روزی 30 او را اولی رمضان بگیریم، پس ما شما در روز شک، حتی روز شک که باشه، روز شک باز ما روزه گرفته نمیتاریم، حتی به نیت نفل کس روز شک باید نگیره. این تو بعضی کسا میگه برو نفل میگیرم، اگر رمضان بود نبود نفل میشه، این جایز نیست. اما ای که یک انسان روزه داره، روزی قضاییش میگیره یا روزی پنجشنبه دوشنبه را عادت داره او را میگیره و ای ولو که یک روز پیش رمضان واقع شوه، برای از این ناجایز نیست. والله تعالی